با امید تنصیحاتی و سعادتمندی شما در هفته نو سرخط رویدادها را تقدیمتان میکنیم. سلام دوستان مهربان. امروز 16 ینور از اون میگوییم که رحمان و جبارов اوید همکاری و مرز صحبت کردند. قربانی های حمله نوبتی روسیه به اوکراین، هجوم گرگان گرسنه، واکنش وزارت تندرستی به مرگ ششگانیک‌ها و سرسانی مسافران توجیک در فرودگاه ونوک و از موضوعهای دیگری ماست. وزارت حالتهای فوق‌العاده اوکراین شام 15 ینور خبر داد که شماره قربانی‌های حمله موشکی روسیه به بنای استقامتی در شهر دنیپرو به 30 نفر برابر شد. شورای محلی دنیپرو میگوید در این حمله 72 کس دیگر جراحت برداشته است. همین منبع افزوده است که از مکان حمله 39 نفر و از جمله 6 کودک نجات داده شده. سرنوشت 43 نفر روشن نیست. عملیات نجات ادامه دارد. 14 ینور روسیه یکی از شهرهای اوکراین را موشکباران کرد. پرزیدنت اوکراین ولودیمیر زلنسکی میگوید ما برای نجات هر یک انسان تلاش داریم. در همین حال واضح نیست که شهر استراتژی سولدار زیر نظارت کی قرار دارد. روز 15 ینور پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین ادعا کرد که نیروهای روسیه سولدار را اشغال کردند و همه چیز طبق نقشه پیش می رود. رئیس جمهوری تاجیکستان با همتای قرغیز خود صادر جبارов صحبت تلفنی انجام داده است که علامت از نرمی در مناسبت‌های سردی بین دو کشوری همسایه میباشد. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری روز 14 ینور خبر داد که گفتگو به مناسبت 30 سالگی برقراری مناسبت‌های دیپلماتی بین دو کشور صورت گرفته است و در رفت آن جانب‌ها حالت کنونی و دورنمای همکاری‌ها را بررسی نمودند. یکی از موضوع اساسی صحبت تعیین و علامتگذاری مرز بوده است که در یک سال اخیر سبب مناقشه و خونریزی و تیره و تار شدن روابط تاجیکستان و قرغیزستان شد. فقط در روزهای 14 تا 17 سپتامبر سال گذشته در نتیجه نزاع در سرحد دو کشور در ولایت‌های سوخت و بادکند بیشتر از 100 نفر کشته شدند. مناسبت‌های دو جانبه به حد سرد شد که امامعلی رحمان و صادر جبارов در یک ملاقات با میانجیگری ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با هدف آوردن به سازش به هم دست ندادند. ریاست کمیته حالتهای فوق‌العاده در شمال تاجیکستان از ساکنان خواسته است که بدون ضرورت و به تنهایی به صحرا و تپه‌ها نروند، کودکانشان را بینظارت نگذارند و در عاقل‌ها را شبانگاه محکم ببندند. سبب چنین هشدار حمله گله گرگ‌ها به دهات ناحیه مسجد بوده است که بر اثر هوای سرد و برف چند روز اخیر به وادی‌ها و محل‌های اهالی نشین فرآمدند. ساکنان ناحیه میگویند شب 14 ینور گرگ‌ها به مرغخانه در محله عزیزآباد هجوم کردند، ولی سگ‌های محله و همسایه‌ها آنها را از آنجا گریزاندند. حالا برای جلوگیری از حمله گرگان شکار آنها شروع شده است. در همین حال کاربران رادیو آزادی با ارسال یک نوار گفتند در ناحیه پنجکه نیز شبانه گرگان را مشاهده کردند که گشت و گذار می‌نمودند. در تاجیکستان که تا 3 یا 4 ماه پیش نرخ گاز مایع از 7 تا 7.5 سومانی بود، یک هفته به این طرف تقریبا 50% ارزان تر شده است. طبق تجربه در تاجیکستان هر وقت که قیمت سوزشواری بالا می رود، نرخ راهگیرها و مواد خوراک نیز گران می شود. اما حالا با پایین آمدن نرخ گاز که اکثر نقلیات در کشور از آن استفاده می برند و همین گونه قیمت مواد غذایی تغییر نکرده است. در این باره بینندگان عزیز 4 ساعت پس در برنامه اخبار آزادی صحبت خواهیم کرد. دپارتمент دولتی آمریکا با پشتیبانی از زندانیان سیاسی در گوشه‌های جهان از جمله تاجیکستان معرکه Without Just Cause را آغاز کرد. وزارت روز 11 ینور در سامانه‌اش نام 16 نفری را نوشت که با انگیزه‌های سیاسی و به مدت‌های دراز زندانی هستند. سرگذشت این افراد بیانگر تقدیر هزاران نفر در دنیا گفته شده است که ناعادلانه دستگیر و زندانی گردیدند. نام وکیل زندانی تاجیک بزرگمیر یوروف در این قطار هست. سال 2015 دستگیر و به اتهام قلابی، ساخته‌کاری و تحقیر نماینده حاکمیت به 28 سال زندان محکوم شد. خود یوروف میگوید گناه ندارد. نمایندگان حکومت در تاجیکستان بودن زندانی‌های سیاسی را در کشور رد می‌کنند. سازمان‌های جهانی، کشورهای غربی و مخالفان تاجیک سیاستمداران و وکیلان مدافع و خبرنگاران زندانی را محبوسان سیاسی نام می‌برند.
وزارت تندرستی توجیکستان سبب مرگ نخستین ششگانیک در کشور را توضیح داده است. این نهاد در سامانه خود به ادعای پیوندان نوزادان که در مرگ آنها خنک‌نظری و بی‌اعتنایی پزشکان را عیبدار دانستند واکنش نموده است. وزارت میگوید طبیبان برای نجات کودکان از تمام چاره‌ها استفاده کردند، ولی چند عامل از جمله وزن کمی نوزادان نگذاشت تا آنها زنده مانند. اولین ششگانیک روز 10 ژانویه در ولایت سوخت تولد شده، همشان در دام یک روز پای هم ففتیدند. نزدیکان 2 روز بعد در صحبت با آزیا پلوس گفتند که این فاجعه با عیب طبیبان سر زده، آنها نیت دارند از بالایشان به دادستانی شکایت نمایند. گروهی از مسافران سمت دوشنبه ونوک و میگویند شرکت یوتری روسیه نزدیک 10 ساعت باقاچی آنها را برایشان نداده است. این مسافران گفتند شب 15 ژانویه به ونوک و سفر کردند و صبح بر وقت آنجا رسیدند، ولی ساعتها در سردی منتظر باقاچی‌هایشان ماندند. یک تن از مسافران با ارسال ویدیو به رادیو آزادی گفت که برخی پس از 10 ساعت باقاچی‌هایشان را گرفتند و بعضی دیگر باشد هنوز هم منتظر بودند. مسافران از برخورد درشت کارمندان شرکت و فرودگاه شکایت کردند. از دوشنبه به ونوک و هفته 2 مرتبه 10 مهاجر توجیک پرواز میکنند. دوستان عزیز، حالا رو می‌آوریم به قرب اسعار خارجی در توجیکستان که از سوی بانک ملی تعیین کرده می شود. امروز 16 ژانویه 1000 روبل روسی برای وزیر رسا 148 سومانی پیشنهاد می گردد. $1 10 سومانی و 24 درم نرخ دارد و 1 یورو باشد 11 سومانی و 8 درم می باشد. تشکر از همه شما که در این برنامه ما را همراه بودید. بینندگان عزیز، ملاقات نوبتی من با شما 4 ساعت در برنامه اخبار آزادی، یعنی 4 ساعت پس خواهد بود. روزی خوب داشته باشید.